درود به همه فارسی زبانان، خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. من الکسی هستم و از همینجا برای همتون آرزوی سلامتی، تندرستی و آسایش میکنم. دیروز من یه ویدیو گذاشتم از سیوان و باستر که با هم دیگه فیت داده بودن، ولی توی کامنت ها بچه‌ها نوشتن که این سیوان و باستر نیستن. پس اینا کی هستن؟ ویدیو رو دوباره آخر همین ویدیو براتون میذارم، برید حتما ببینید و به من توی کامنت ها بگید که این دو هنرمند خوش صدا کیا هستن که من هم تایتلر و هم کاور ویدیو رو درست کنم. لایک و کامنت و سابسکرایب هم که یادتون نره. بریم امروز به درخواست شما لینک اصلی آهنگ سیوان و باستر رو که واسه من فرستادین با هم دیگه ریاکت بریم بدون معطلی. برو بریم. HM Records. Na mera, falho na mera, que fama, o fama, saio da mera, muaio na mera, falho na mera, que fama, o fama, saio da mera. Tomada mania, tomada magia, buiara matmia, leki una mia. اگر اشتباه نکنم این باید صدای باستر باشه. من باستر رو قبلا یه دونه ریاکت رفتم از که با لیو با هم دیگه فیت داده بودن. از سیوان هم یه دونه ریاکت رفتم که با 3-4 تا رپر دیگه با هم دیگه رفتن ریاکت. دوباره توپق، ولی خب پاکش نمی‌کنم. خودتون میدونید من وقتی توپق میزنم برای اینکه ویدیو جذاب‌تر بشه پاکش نمی‌کنم. سیوانم با 3-4 تا دیگه با هم دیگه فیت داده بودن. به اصطلاح اون ویدیو رو هم ریاکت رفتم که آخر همین ویدیو واسهتون میذارم و همین ویدیویی که بهتون اول ویدیو بهتون گفتم که باید چیکار کنید و به من بگید که اون دو نفر کیا هستن. صدای باستر واقعا خوبه. من خیلی دوست دارم اگر میشه یه آهنگ از باستر به تنهایی ریاکت برم. اگر که آهنگی سراغ دارید از باستر به تنهایی واسه من تو کامنت ها لینکشو بذارید، چون صداش خیلی خوبه، خیلی دوست داشتنیه. بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. Беше часом да пустата, махтемара мега остата, махтамеш роли, кайфаш амидер, падам торики дава ham rushani. Dava mara meka na bayram, duta sarmetun, sara meka na moron, una didai, khush rogish mara meka na hayron. Uze bobe, tu morai dilbe, u ben morai, u dilda chumorai, chumorai. پسر صداشون خیلی قشنگه. چقدر صدای اینا باحاله، یعنی قشنگ به دل میشینه. آهنگ هم صدا قشنگه، صدا که خوب هست، هم صداشون خیلی به دل نشینه، هم آهنگشون خیلی قشنگه. این خیلی مهمه که شما اون موزیک رو داشته باشی که به اون صدا بیاد و جالبترش اینه که این دوتا بتونن با هم دیگه مچ بشن. خیلی قشنگه آهنگشون، باریکلا. معلومه که زحمت میکشن برای آهنگا. سیوان شروع کرده، چون من آهنگ که از سیوان ریاکت رفتم رپ میخونه، باستر پاپ میخونه، ولی سیوان
رپ و میدونید که همیشه موزیک ویدیوهایی که یا حالا موزیکایی که رپ و پاپ با هم دیگه قاطی میشه بسیار زیبا میشه. ببینید سیوان چیکار میکنه. Sumran gitti dashni dashi ay mai baroya mi gashti Uze pobe tu morai dil be u be morai u dil da chu morai chu Tomada mania tomada magia buia ramat mia lekki una mia io na lovi shamo me fasa pare shamo یعنی دقت کردید آهنگش خوراک کسایی که ماشین بازن ها که بذارن توی ماشین ولوم بدن بالا و از صدا لذت ببرن. خیلی باحال موزیکشون. اینجور موزیکا ببینید نه موزیک غمگینه نه موزیک خیلی شاده، این وسط حالت ملو داره. به خاطر همین این موزیکا طرفدارای خیلی زیادی دارن، چون آهنگ زیاد غمگین یه سری طرفدار داره، یه سری دوست ندارن غمگین گوش بدن، یه سری دوست دارن آهنگای فقط شاد گوش بدن، آهنگای غمگین رو اصلا دوست ندارن. ولی این برای هر دو طرفه، یعنی هم کسی که غمگین دوست داره هم کسی که شاد دوست داره. این آهنگ میاد این وسط و ملو میکنه این موزیکو. باریکلا. بعد صدای پاستور رو دقت کردین یه جایی که اینجوری این یه تیکه هاش خیلی پرقدرته. باریکلا پسر. این هم یک موزیک بسیار زیبا و دلنشین. من خیلی خوشم آمدش پسر. این دوتا جوان صداشون خیلی خوبه. اون آهنگ قبلی هم که من ریاکت رفتم اگر گوش داده باشین خیلی اون دوتا هم صداشون خوبه و خیلی دوست دارم بدونم که اونا کی هستن. باستر، سیوان، دو جوان آینده دار. حمایتشون کنید، آینده برای جوان هاست. دوست داشتید منم حمایت کنید با لایک، کامنت، سابسکرایب. آخر این ویدیو اون ویدیو میادش، ببینیدش و حتما به من بگید که اینا کی هستن که من بتونم کاورشو و توی تایتل اسمو درست کنم و موزیک قبلی من بتونه با اسم درست و کاور درست به شما ارائه بشه. دمتون گرم که تا آخر این ویدیو با من باشید. سالم، سلامت و همیشه در کنار خانوادتون شاد و خندان، جیباتون پر پول. تا ویدیوی بعدی. بدرود.